اجازه بدید در مورد یک بخش فوق‌العاده از تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم که کمتر بهش پرداخته شده. برنامه‌های فضایی ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی. این فقط یک رویا نبود، یک طرح کاملاً جدی و حماسی برای اثبات قدرت علمی و تکنولوژیک ایران بود. در دهه‌های 40 و 50 شمسی وقتی رقابت‌های فضایی دنیا داغ بود، اعلیحضرت شاهنشاه یک تصمیم بزرگ گرفتند. ایشون به صراحت اعلام کردند که ایران باید در ردیف کشورهای پیشرو قرار بگیره. هدف اصلی این بود که ما صرفاً خریدار محصولات خارجی نباشیم، بلکه باید تولید کننده دانش و تکنولوژی باشیم. برای ایشان استقلال واقعی در گروه همین توانمندی‌های علمی بود. این دیدگاه نقطه شروع یکی از جاه طلبانه ترین پروژه‌های علمی آن زمان در خاورمیانه شد. اولین گام اساسی برای عملی کردن این هدف در سال 1352 برداشته شد. با دستور مستقیم محمد رضا شاه پهلوی، مرکز سنجش از راه دور ایران تأسیس شد. اگرچه اسمش کمی اداری به نظر میرسه، اما این مرکز در واقع اولین نهاد فضایی ایران بود. آموزش متخصصین، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای مدیریت منابع حیاتی مثل آب و نقشه برداری دقیق از کشور. اما اینها تنها ظاهر کار بود. هدف بلند مدت این بود که این مرکز هسته‌ای بشه برای طراحی، ساخت و کنترل ماهواره‌های ایرانی. این حرکت نشان میداد که برنامه‌ریزی‌ها بسیار فراتر از نیازهای روزمره بود. این یک سرمایه‌گذاری استراتژیک روی آینده علمی کشور بود که با حمایت تمام قد ایشان پیش می‌رفت. اما هیجان اصلی ماجرا در بخش دیگر پروژه بود. تلاش برای ساخت پایگاه پرتاب راکت. اینجا دیگر بحث کار دفتری نبود، نیاز به زیرساخت‌های عظیم در قلب کویر بود. تیم‌های مهندسی و متخصصان ماه‌ها به دنبال بهترین منطقه در فلات مرکزی ایران گشتند. در نهایت منطقه‌ای در نزدیکی سمنان و شاهرود به دلیل کم بودن جمعیت و دسترسی فنی مناسب به مدارات زمین انتخاب شد. اعلیحضرت بودجه‌های بزرگی را برای این طرح در نظر گرفتند تا ایران بتواند از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی دانش فنی لازم برای پرتاب راکت‌های تحقیقاتی را به دست بیاورد. این یک اقدام بی سابقه بود. ایران با این حرکت می‌خواست خود را به سطح کشورهایی برساند که توانایی پرتاب به فضا را داشتند. تلاشی برای نمایش توانایی ایرانی در بالاترین سطح تکنولوژی. بلند پروازی به اینجا هم ختم نمی‌شد. در آن سالها یک پروژه بزرگ دیگر هم در دست اقدام بود. طراحی و ساخت ماهواره ملی زهره. این برنامه در قالب یک همکاری بین المللی تعریف شد تا ضمن ساخت ماهواره‌ای کاملا ایرانی، تکنولوژی و دانش مربوطه به مهندسان داخلی منتقل شود. محمد رضا شاه پهلوی به شدت بر این برنامه‌ها اصرار داشتند و آن را ضامن اقتدار آتی ایران می‌دانستند. برای ایشان نمایش قدرت علمی به اندازه قدرت نظامی اهمیت داشت. این پروژه ها عملاً ایران را در آستانه ورود مستقل به باشگاه فضایی جهان قرار داده بود. این یک دستاورد تاریخی بود، چرا که کشوری در حال توسعه با اراده قاطع پادشاه خود قصد داشت در یک حوزه بسیار پیچیده و انحصاری حرف اول رو بزند.
درک اهمیت این برنامه‌ها بدون توجه به فضای جنگ سرد ممکن نیست. در آن دوران فضا دیگر فقط یک مرز علمی نبود، یک جبهه جدید استراتژیک و نظامی محسوب می‌شد. برنامه فضایی ایران در واقع یک پوشش علمی برای توسعه قابلیت‌های موشکی و دفاعی هم بود. شاهنشاه به خوبی می‌دانستند که برای حفظ ثبات و قدرت در یک منطقه پرآشوب، ایران نیاز به یک بازدارندگی علمی نظامی دارد. تکنولوژی پرتاب راکت‌های تحقیقاتی اشتراکات زیادی با فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک میانبرد دارد. بنابراین حضور در عرصه فضا یک گام حیاتی برای ارتقاء جایگاه نظامی ایران بود. ایران در حال خرید موشک‌های زمین به هوا و توسعه سامانه‌های راداری پیشرفته بود. اما این اقدامات بدون داشتن یک برنامه بومی برای ارزیابی و کنترل فضای بالای سر کامل نمی‌شد. این هوشمندی ایشان در تلفیق برنامه‌های علمی و نظامی بود که برنامه فضایی را تا این حد برای قدرت‌های جهانی مهم کرده بود. اما یک پروژه فضایی فراتر از خرید تجهیزات است. نیاز به مغزهای متفکر دارد. در این دوران یکی از مهمترین اقدامات محمد رضا شاه پهلوی سرمایه‌گذاری بی سابقه روی تربیت نیروی انسانی متخصص بود. صدها نفر از بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران با بورسیه‌های دولتی به معتبرترین دانشگاه‌های دنیا اعزام شدند تا در رشته‌های مهندسی فضایی، مخابرات و علوم جوی تحصیل کنند. دانشگاه‌های صنعتی ایران هم زیر نظر متخصصان بین‌المللی برنامه‌های درسی خود را به سرعت مدرن می‌کردند. ایشان دستور دادند که ارتباط نزدیکی بین دانشگاه‌ها و مرکز سنجش از راه دور ایجاد شود. هدف این بود که دانشجویان بلافاصله پس از فارغ التحصیلی وارد پروژه‌های ملی شوند. این تمرکز روی آموزش بومی نشان می‌داد که رؤیای اعلیحضرت یک پروژه نمایشی نبود، بلکه زیربنای یک تحول دائمی بود. از بعد اقتصادی، برنامه فضایی یک ابزار ضروری برای برنامه‌ریزی ملی بود. در آن سالها، دولت ایران، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، در حال اجرای برنامه‌های عمرانی بزرگ برای توسعه کشور بود. این برنامه‌ها برای موفقیت به داده‌های دقیق و بروز نیاز داشتند. استفاده از ماهواره‌های سنجش از راه دور انقلابی در مدیریت منابع ایجاد می‌کرد. برای مثال، امکان پایش دقیق منابع آبی، تشخیص نوع محصولات کشاورزی از بالا و نقشه برداری صحیح برای شهرسازی و جاده‌سازی تنها با فناوری فضایی ممکن بود. این اطلاعات دقیق به دولت کمک می‌کرد تا منابع مالی کشور که با زحمت و تدبیر ایشان به دست آمده بود، به شکل بهینه‌تری هزینه شود. در واقع این فناوری به مثابه چشم ناظر دولت بود که می‌توانست کشور را با جزئیات کامل رصد کند و جلوی هدر رفت منابع را بگیرد. این هوشمندی اقتصادی در قلب برنامه فضایی ایران قرار داشت. در پس پرده، مذاکرات برای تأمین تجهیزات فضایی اغلب در فضای کاملا محرمانه انجام می‌شد. قدرت‌های بزرگ از تمایل ایران برای ورود به باشگاه فضایی آگاه بودند و هر یک تلاش می‌کردند تا در این پروژه سهمی داشته باشند. این رقابت به ایران این قدرت را میداد که بهترین فناوری‌ها را انتخاب کند. اما همسایگان منطقه‌ای، به ویژه آنهایی که با ایران رقابت داشتند، به شدت مراقب این فعالیت‌ها بودند. برنامه فضایی ایران نه تنها در تهران و واشنگتن، بلکه در پایتخت‌های منطقه نیز با دقت رصد می‌شد. این پروژه به صورت ضمنی جایگاه ایران را به عنوان قدرت اول علمی و تکنولوژیک منطقه تثبیت می‌کرد. اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی
درک عمیقی از این بازی قدرت داشتند و از کارت پیشرفت علمی برای تقویت موقعیت دیپلماتیک ایران در سطح بین‌المللی استفاده می‌کردند. این یک بازی پیچیده و پرمخاطره بود که با شجاعت و تدبیر ایشان دنبال می‌شد. این داستان حماسی با وقوع حوادث سیاسی کشور به یک وقفه تلخ برخورد. با گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها در سالهای 1357 تمرکز کشور از پروژه‌های علمی بزرگ برداشته شد. خروج ناگهانی متخصصان خارجی تمام برنامه‌ها را متوقف کرد. بسیاری از سازه‌ها و زیرساخت‌ها در بیابان‌های سمنان و شاهرود نیمه کار رها شدند. این یک ضربه سنگین به آرزوهای علمی ایران بود. اما آنچه باقی ماند بسیار مهمتر از سازه‌های فیزیکی بود. دانش نهفته و اراده‌ای که در ذهن متخصصان ایرانی کاشته شده بود. این پروژه یادگار بلند پروازی بی حد و حصر محمد رضا شاه پهلوی برای یک ایران مقتدر و پیشرو بود. آن اراده تبدیل به یک میراث شد. میراثی که بعدها مسیر را برای نسل جدیدی از دانشمندان ایرانی باز کرد تا به تلاش برای رسیدن به فضا ادامه دهند. این داستان ناتمام سرآغاز یک راه دراز بود.